اگه از ریدینگ خوندن و وکابلری خوندن خسته شدین و دیگه حوصله کتابای درسی رو ندارین، یه اپلیکیشن واسهتون دارم که بازی رو واسهتون عوض میکنه. اپلیکیشن بلینکیست. توی این اپلیکیشن شما میتونین به 15 دقیقه از خلاصه های بهترین کتابای نان فیکشن دنیا دسترسی داشته باشین و اونا رو یا گوش بدین یا بخونین که یه منبع فوق‌العاده برای گرامر و همینطور وکابلریه. پس میتونین بعضی روزا به شکل یه منبع لیسنینگ بهش نگاه کنین و اونو گوش بدین، بعضی روزا فقط متنشو بخونین و به شکل یه منبع ریدینگی بهش نگاه کنین. میتونین از لینکی که این پایین گذاشتم این اپلیکیشن رو دانلود کنین و عضو بشین که به من 7 روز unlimited access بده. بعد شما هم میتونین لینک خودتون رو برای دوستاتون بفرستین که شما هم این 7 روز رایگان رو بگیرین، ولی هر روز به شما یک دونه کتاب رایگان میده که میتونین گوش بدین یا بخونینش. پس خیلی محدودیتی نداره. یه دونه اپلیکیشن دیگه هم میشناسم، اگه